سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که دارن ما رو تماشا میکنن. من ارمیا هستم و ایشون سایه است. شما هم کولاوری های عزیز ما هستی. خب سایه جون در مورد کانتنت های چنل لیزر برای بچه ها توضیح بده. کانتنت چیه؟ محتوا. خب ارزم معادل فارسی محتوا. خب من سایه هستم و خیلی خوشحالم که الان دارم برای شما ویدیو ضبط میکنم. ارزم به حضور شما که ما در خدمت شما هستیم. من ناراحتم. بکر بدم. ارزم به حضورتون که میخوام ویدیو براتون درست کنیم. خب کلام مشخص. میخوام ویدیو براتون درست کنیم ولی خب محتوا ویدیومون چیه؟ میخوام ویدیو فان، خنده‌دار، بی‌مزه، بامزه، اینوری، اونوری. جدی هم داریم ها. جدی هم داریم ولی ته قصر خنده است. اصلا نگران نباشید. کلی شوخی‌ها داریم با افراد بی‌جنبه و کلی قراره بخندیم. عرضم به حضورتون که من اتشین سیر ویدیوهامون از ویدیوهای استدیویی شروع میشه. خب و از همینجا که ما رو میبینید اینجا قرار چند سال ما رو از همین کجا میبینید؟ همین کارم گرفت. از همین لنز و قاب ما رو نگاه کنید. بعد حمایت که بشیم میریم سمت ولاگ، میریم سمت کارهای جذابتر. البته الان جذاب هست اصلا این فیس شما ببین کجا ایران گیرید. خب میریم سراغ ویدیوهای بهتر و امیدواریم که ما رو حمایت کنید. پس اگر میخواید چند دقیقه با ما حال کنید و حالتون خوب باشه، زنگوله رو بزن، چنل رو سابسکرایب کنن و ویدیو رو لایک کنید. تمام شد. اصلا این کار اصلا شما یک ثانیه زمان نمیبرین با سرعت برق انجام میشه. خب شما نکته‌ای داری استاد؟ بله شما نکته دارم. خب شما چی هستین؟ کولاوری. ما چی هستیم؟ کولا. شما اینجوری، ما اینجوری. شما ایده هاتون رو برای ما میفرستین، ما میسازیم و مطمئن باشین که بی جواب نمیمونه. اصلا بی جواب نمیمونه. خب این ویدیو صرفا جهت معرفی داشت. خیلی کوتاه در خدمتتون بودیم. هستیم با شما با ویدیوهای بیشتر، محتوای بهتر، کیفیت بهتر به مرور زمان. صبر کن بس صبر بزرگتر نپر. پس تا یه ویدیو دیگه، یه حال خوبه دیگه، یه سایه و ارمیای دیگه، فعلا پیس. خیلی مخلصیم.